اینجا اما جای تولد عزیز مین کورس حال شروع شد. دوستای عزیزی هم نان اصلی بعد از افطار. از پس که شیرینی و چاکلیتی چیزا رو زیاد خوش داره از نان که اول مام دیگه بخیر یک به جایی که میخواستیم رسیدیم. نه دیگه دوستای عزیز آزانم داد بخیر. هم از نمای رستوران. سلام دوستای عزیز، حلول ماه مبارک رمضان برای شما عزیزان تبریک میگم. انشالله که یک ماه پر از برکت سپری کنین. دوستای از این قسمه که میبینین ما آماده شدیم بخیر، منتظر موتر هستیم که یک جای موتر اومد بخیر دیگه میریم دیگه. شما منتظر ما باشین موتر تا اومد. آخر ویدیو ما را همراهی کنین دوستای عزیز. دوستای عزیز خدا کنه جور باشین، پیشر باشین. نتونستیم که امروز شما سلام علیکی کنیم چون موتر آمده بودیم، درایو خواسته بودیم، موتر آمد، تاک آمد، یکم سر سیمه شدیم در موتر باید میشتیم چون گفتیم ناوقت نشه در جایی که میریم یکم زود برسیم خوبتر است. دوستان برای ما باشین، بینده برنامه باشین، ببینیم کجا چی وقت که رسیم اونجا باز انشاءالله تعالی ببینیم کجا میریم. یسو جان بله. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید در برنامه ما، در برنامه باباییو دادوان. اینا دوستای عزیز هم جریان راه دیگه ما بخیر کم کم میرسیم دیگه. باش گفتم از جریان راه برای شما ویدیو بگیرم. اینا دوستای عزیز ما دیگه بخیر یک 2 دقیقه بعد بخیر میرسیم دیگه. این از جریان راهش دیگه به افطاری بسیار نزدیک شدیم به خاطر که بسیار دور بودک دیگه. ملام شاید 2-3 دقیقه بعد بخیر از آن بتن دیگه. دوستای عزیز تا آخر ویدیو با ما باشین. دوستای عزیز ما بخیر به جایی که میخواستیم رسیدیم. ببینید چطور یک جای مقبول هسته. دوستای عزیز اینا در تیکی ها رسیدیم دیگه. باش میریم داخل که وقت آزان است، آزان است. بیا دیگه با ما باشین دوستای عزیز این هم از نمای رستوران چطور مقبول هسته. یعنی کلک به افطار منتظر هسته. سلام دوستان عزیز ما یسینم ایسا جای خوبش است. دوستان عزیز سعی کن من گاز نکنم باش نشانتان میدم. نه دیگه دوستای عزیز آزان هم داد بخیر. ما میایم دیگه بخیر افطاری رو بگیریم که افطار کنیم. این هم از افطاریشان که به ما آماده کردن. دوستای عزیز افطاری که به ما آماده کردن. دیگه دوستای عزیز کسایی که در اسلام آباد هستن یک دفعه به این رستوران بیان دوزای رستوران خوب است، خصوصا در ماه مبارک رمضان بسیار از مردم هم پذیرایی میکنه. وقت آزان است دیگه. نان وقت نان است، نان بخوریم. باز به شما معرفی کردم میریم که چی به چیز بهش اشکم کشنه جنگ نمیشه. دیگه دوستای عزیز باشن دیگه که چیزا را که بگیریم و خیر افطاری کنیم. کسایی که در اسلام آباد هستن
یک دفعه بیایند اینجا. بسیار یک جای زیبا، خصوصا به ماه مبارک رمضان افطاری بسیار خوب چیزا دارن، بسیار یک فضای خوب داره دیگه. با ما باشین دوستا. اینا بخیر ما افطاری رو گرفتیم، نان اصلی رو بخیر یک چند دقیقه بعد میه دیگه، تا غذا تا افطاری میکنیم تا نماز میخوانیم بخیر. اونا رو هم جور میکنه دیگه. چطورست غذاش؟ چطورست؟ واقعا عالی. تیکیار خوب نام دارن و مالی. دوستا یک شب رمضان اینجا حتمی بیاین با فامیلتان 100% و بیاین. بیسا اینجا یک تا جایتان خالی باشه، یک تا آسمانم وازه، ستاره در بالا. ولی بیسا قشنگ میشه. نه پدر جان؟ جان دوستا دیگه من کوشش زیاد میکنم که هم ویدیو بگیرم هم نان بخورم، چون غذا بسیار مزه‌دار است و گشنام شدیم. امشب با چی شده که کل ما به سحری نخیستیم، ناوقت شده ما تو روزه را غرقی گرفتیم دیگه، از او خاطر یکم گشنه شدیم. هم نان میخورم هم که شما دوستا گپ میزنم. نمیگه شکم و گوشنا جنگ نمیشه، اول آدم نان میخوره بعدش باز ویدیو خود میگیره. ولی ما به خاطر شما دوستای عزیز ویدیوهای خوب جالب میگیریم تا شما از ویدیوهای ما راضی باشین، همچنان کامنت های خوب بر ما بتین، ما را حمایت کنین تا ما زیادتر برتان ویدیوهای خوب و جالب و دیدنی برتان جور کنیم دوستای عزیز. انشالله که تا آخر ویدیو همراه ما باشین دوستا. جانا میریم طرف طرف نماز که نماز قضا نشه. نان خوردیم اینجا نماز بخونیم. بله صحیح. صحیح. نماز کافی آرام، جای سفر احساس یکم چیز کو که فامیلا نبه، جای آرام، جای خوب دیگه. کده دوست آمده باش دیگه. یوسف جان خوش آمد اینجا. بله بله دوستای عزیز. آرام است دیگه. نماز این رسیدیم یکم جای بسیار جای قشنگ. باز نماز باز ما شما یک جای هستیم. خدا دوستای عزیز من بخیر برم نماز بخوانم، باز هستیم حالا برم نماز خانه. دوستای عزیز ما در سمت اتاق نماز بخیر روان هستیم. بسیار یک جای مقبول است، هر اتاق مجهز می باشه اینجا، یک جای زیباست دیگه. باشم که ما دوستای عزیز ما هم در نماز خانه آمدیم بخیر، جای پاک و منظم. نمازهای خود خوانده باز بخیر امرایتان هستیم. دوستای عزیزی هم نان اصلی بعد از افطار. اینه دیگه دوستا، جایتان خالی، جای تمام دوستا خالی. از بس که شیرینی و چاکلیتی چیزا رو زیاد خوش داره، از نان کد اول به خود شیرینی گرفته به خود شیرینی گرفته. عزیز مین کورس حال شروع شد، افطاری خلاص شد دیگه، حالا این شروع شده. کم کم گرفتیم دیگه. باشه کم ماهی رو بخوریم که ماهی چطور اومده. جای تمام دوستا خالی. این دفعه متاسفانه امروز قابلی نیست، قابلی سبا روزش هست. امروز روز برنج نصیب ما نبوده دیگه. چیزای زیادتر خوش ندارم. یعنی چیکن نشه میگیرم کداییز دیگه. اینی گوشت بز است دیگه که کم. یوسف دیگه تنها چاکلیت و این میاره گرفت، بسیار اموار خوش داره دیگه، چیز نگرفت دیگه. اینی روش هستم دوستا خوب دیگه. مثل روش جایتان خالی دیگه. من خوشم ندارم روشه. این دالشان هست یکم دال است، این دالشان هست. یعنی نان
نان گرمشان است، اینجاییشان است، اونو فرنیشان است دیگه. دیگه دوستا باش که لیمو از یاد رفت کرده کم سلاته دیگه. بریم دیگه در سر جای خود که نان بخوریم، که نان نخوری باز نمیشه دیگه. نه اینجا که اومد نان باید بخوریم. چطور؟ نان آوردیم دیگه، بسیار چیزا دیگه. یوسف خان دیگه بدون از طرف چاکلیت و همو شیرچای و بقیه چیزای شیرین بسیار شوق داره، همون طرف میرفت دیگه. نان آوردیم، نان خاله دیگه در نوش جانش هستیم که نوش جان کنیم. بعد از این افطاری انسان دیگه کم تنبل میشه دیگه، نان هم دلش نمیشه. همون طرف نیست دیگه. اینجا یک چیز دیگر هم براتون نشان میدم دوستا. این جای افتخار است برای ما که همین از کدامی جان بیرق ما هست. این نام خدا، اینجا بیرق ما هست. چطوره بدلت است؟ بله بسیار خوبش است دوست عزیز. مزه‌داره؟ جای خوشت آمد؟ بله. این دوستا دیگه ستار. دوست عزیز غذاش بی اندازه از مزه‌دار است. تمامش چی از جاش بگویم چی از غذاش بگویم، بی اندازه مزه‌دار است. چندین نمایندگی داره. ما در هر نمایندگیش رفتیم، مثلا کلا جایش مثلا مقبول، تمام نمایندگیش مقبول بودن، ولی این نمایندگیش زیادتر از دیگه اما متاسفانه امروز قابلی نیستم، به جای قابلی بریانی کردن. این دیگه نصیب قسمت خود ما بوده. نخوره افغانا قابلی نخوره کی میشه، چاره کی داره. دیگه دوستای عزیز، جای شما هم خالی دوستای عزیز. ما خیر بخیر نان خود بخوریم، باز هستیم. دوست عزیز باش که یوسف هر دفعه میگروزه میگه که دشتکا این طرف دیگه بیا باشه دیگه. اینجا یک جای خوب پیدا کردیم، یک دقیقه بشینیم دیگه. خوب یک منظره داره، منظره بسیار جانانه دیگه. یوسف دیگه خوب همه تو به دل جان لذت میبره. لذت میبری؟ بسیار زیاد جای خوب است دوستای عزیز. بسیار زیاد خوب است. سی بشینم دوستای عزیز، سینگس میخونم من نپره. همه زیاد خوش گشتگی جای بلجان. بسیار زیاد جای خوبش بود دوستای عزیز. ساعت من ته شده بعد تستت بسیار زیاد درد نکنه. بگم فقط دوستا قم بیا برین خیلی طرف ها رو ببینیم. یکان جایش ویو که داره، ویو خوب، جای خوب داره ویو. همونجا رو ببینیم. دیدی بیرق افغانستان نه اینجاست. زنده باد. اینجا بیایم یک ویو خود جای هم ببینیم از تیکیار تایرخان رستوران. خوب یک منظره خوبه، بسیار هوای تازه خوب. یعنی که بر روزه بر رمضان بسیار خوب جای است دیگه. بسیار چیز بریم منزل بالا، بریم منزل بالا رو سعی کنیم که چی از در طرف منزل بالا خوب وی داره، خوب تاپ روف، بسیار خوب جای است دوستای خان. ببینین کل منطقه متس آرام معلوم میشه. بسیار خوب ویو. همیشه نان هم مزه میده، نان هم همیشه مزه میده که دوستا بشین یک دقیقه دیگه. یوسف جان چطور جا؟ دوستا شما هم یک دفعه در رمضان اینجا رو امتحان کنید جای. به جای خوب بسیار مقبول و خوشایند. به این طرف دوستا ما خود نان خوردیم دیگه، مردم هم نان خورده میره این طرفه. اینجا با فامیلیم خوب جا است و دوستای دیگه که
تنها من خوی خوب نمی باشه، خوب نمیگذره. من که فامیلی و دوستا یا که بی خوب میگذره، چون بسیار جای وی خوب داره. پایان بسیار بسیار جای مقبول، بسیار دلنشین. برای ما بسیار خوب گذشت، به فامیل ما خوب گذشت، به یوسف جان خوب گذشت، به ستاره جان هم همچنان خوب گذشت. خدا کنه برای شما هم ویدیوی ما، همین افطاری ما خوب گذشته باشه. ایره به یوسف دیگه نگفته بودن کجا میریم، یک دفعه آمدیم برش سپرایز کردیم، گفتیم بیا که شوای رمضان است، یگان جایی که نری نمیشه، تنها در خانه میشه مزه نمیده، باید برای عبادتش هم میکنیم، عبادت هم میکنیم، روزه و نماز هم میگیریم. خود طبعا یگان جایی باید براییم که تو خونه میشه. کالجونه پیسا جای خوبش است. دوست عزیز فامیلا تا نبرده چکای تو نبره، پرنچکای تا ساگریش بره بگیریم، جای محفل بگیریم، آسا جای ساگریش هم جای درست کن. ساگریش این طرف است، اینجا رو نشان میتیم باز دوستا. بله بله دیگه قسمی که گفته بودیم جای تولدم داره، بسیار جای قشنگ، بسیار جای زیبا. انشالله این دفعه کوشش میکنیم که یوسف هم اگر سالگیریش گرفتیم این نمیجه بگیریم. چطور ستاره خانم؟ بله اینجا اما جای تولد است. راستی شما مگه میخواستین لوکیشن اینجا را کار داشتین، حتما کامنت کنین، ما در کامنت ها برتان حتما آدرس اینجا را برتان میگیم انشالله. دیگه امید که از ویدیوهای ما خوشتان آمده بوده باشه دوستای عزیز. دیگه خداحافظ دوستای عزیز. یوسف جان خودت چیز بخونی داری خانم؟ بگو و خداحافظی که دوستا دیگه بله بگو چطور از خوش آمد؟ بله بله بسیار خوب. انشالله بگو ما جای شاگرد خدا زمین میگیرم. دوستای عزیز دوستای عزیز اپیزود نگاه کنید. بله جای تفلاز گمی سالگرفتون بگیر از کلانام است. خدا کنه که ولاگ ما خوشتان آمده باشه. دیگه ما ناگزیر هستیم که همیشه ویدیو رو پایان برسونیم، چون که وقت است که باید بریم دیگه. بازم ما رو حمایت کنین دوستا. ما بر شما ویدیوهای خوب و بهتر از این که براتون جالبتر براتون انشالله ارائه میکنیم. تشکر. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.